السلام علیکم دوستان محترم. به این سوال ما جواب گویید. نگاه کن چی میگوید، نگاه مکن که کی میگوید. همین شعر را معنا میکردید. نگاه کن چی میگوید، نگاه مکن که کی میگوید. این حدیث، این اصل حدیثی یعنی موقوف است. ابن عساکر از حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت کرده است. حضرت گفتند که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. گفتن نگاه کن که چی میگوید، نگاه مکن که کی میگوید. یعنی وقتی هر انسان گوینده باشه، هر انسان واعظ باشه، هر شخصیتی که نصیحتگر باشه، شما نگاه کنه که چی گفته ایستاده است. یعنی آیت قرآن میخونه و حدیث پیغمبر معنا میکنه، قصه و سرگذشت و تاریخ انبیای خدا و اولیای خدا را بیان میکنه. این چیزا ما باید اهمیت یعنی بدهیم. اهمیت ندهیم که کی سخنران است. متاسفانه امروز بعضی انسان ها دوست میدانند که فقط از فلان شخصیت بشنوند، از دیگر انسان ها نمیخواهند شنیدن. به همین خاطر برادر عزیز، معنای این است نگاه کن که چی میگوید. یعنی چی گفته ایستاده است؟ گفته خدا، آیت خدا را تفسیر داره، حدیث پیغمبر معنا داره. نگاه نکن که یعنی فلان داملا میگوید، فلان ایشان میگوید، فلان قاری میگوید، فلان عالم. این چیز برای تو باید اهمیت. البته سخنهای انسانهای خوب اهمیت دادن و یعنی عبرت گرفتن خوب است، اما هر شخصیت وقتی نصیحت کرد، او شخصیت خودش هر چیزی هست نیست، او را یعنی اهمیت ندید. چه اهمیت دادن در کار؟ گفتار او را که آیا او شخصیت چی میگوید. خب